رفقای من، حالتون چطوره؟ من اسلام تیریه چه هستم و به یه ویدیو جدید خوش اومدید. چند روز پیش تو پیج اینستاگرام یه استوری گذاشته بودم و از شما خواسته بودم که بازی وودرو رادرز رو با هم دیگه انجام بدید و اینکه کدومو ترجیح میدی، بین این و این کدومو ترجیح میدی. و شما هم کلی نظر دادین و خیلی هم جواب دادن. دمتون گرم، مرسی از انرژیتون. یادتون نره صفحه اینستاگرامم فالو کنید، اونجا خیلی با هم دیگه چالش میذاریم، خیلی بازی میذاریم. گفته بودم اینم از اولیش. روش معطلی میریم با هم دیگه ادامه این ویدیو رو ببینیم و ببینیم که شما کدومو ترجیح دادید و اینکه من کدومو ترجیح میدم. یادتون نره وسطای ویدیو دکمه لایکو بزنید، کامنتو بذارید. اگه چنل سابسکرایب نداری چنل سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن که بیشتر انرژی برسه به ما و هر موقع ویدیو میذاریم واسط پیغامش بیاد. دوستتون دارم زیاد. بزن بریم. کوکا و پپسی. مسلما کوکا. پپسی شیرینه، خیلی شیرینه، ولی کوکا یه چیز دیگه است. گازش هم بیشتره. اصلا طعمش با پپسی فرق میکنه. شاید کسی متوجه نشه ولی آره پپسی شیرین تره از کوکا، ولی کوکا نوشابه است. بریم شما چه نظر دادید؟ 54 نفر گفتن کوکا. همتون گم. 22 نفر هم گفتن پپسی. بیشترین آرا پس با من بود. بریم بعدی. اینو دیگه خودتون میدونید دیگه. فقط یوتیوب. بدونی که فکر کنم فقط یوتیوب. خایه مال یعنی خایه به مال تا عمر، کل عمرتو خایه به مال. اینستاگرام به درد نمیخوره آقا، اینستاگرام به درد نمیخوره. به چیرم؟ و از اونجایی که من دارم آمار رو نگاه میکنم 21 نفر گفتن اینستاگرام و 20 نفر هم گفتن یوتیوب. آقا این اینستا اصلا چیز خوبی نیست چون دم دستیه و همه میتونن برن داخلش. میگن اینستاگرام این که اصلا بچه‌ها زحمت ندادن، با نظر من موافق نبودن. بریم بعدی. شب و روز. 100% میگم شب. من اکثر طراحیامو توی شب انجام میدم به خاطر اینکه یه سکوت خیلی 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 خوبی داره و اینکه مغزم اصلا شب بازتره. اصلا شب بیشتر فکر میکنم. تمام ایده‌ای که میاد تو سرم همه شبه. 65 نفر گفتن شب و 12 نفر گفتن روز و این خیلی خوبه، خیلی خوبه. با هم موافق هستیم، با هم تفاهمی داریم توی این موضوع. موضوع مگه موضوع. خب این دوتاش که بیشتری با ما موافق بودن. بین پیتزا و کباب. بین پیتزا و کباب کدومشون؟ کباب تمام. درسته پیتزا سردش هم دلنشینه ولی کباب یه چیز دیگه است. 58 نفر گفتن کباب، 27 نفر گفتن پیتزا. خب معلومه بقیه بچه‌ها و شما موافق بودید که ما بگیم کباب. به به. نوش جونتون اگه دارین کباب بخورید این ویدیو رو میبینید. خب جنگل و بیابون. مطمئنم که الان اکثریتتون به این فکر میکنین که الان میگه جنگل ولی نه، میگم بیابون. آقا واسه ما شمالیا جنگل یه چیز عادیه و درسته که یک مکانیه برای آرامش، زیبا، دلنشین و پرتراوت، درسته. ولی خب بیابون، حالا بیابون نرفتی واسه ما بیابون تازگی داره. مثلا یه چیز مثل بیابونای تگزاس. و 77 نفرم گفتین جنگل. دمتون گرم، ایول. درسته با نظر من یکی نبوده ولی 77 نفر گفتین جنگل، 6 نفر گفتن بیابون. اون 6 نفر با هم دیگه ببریم یه تور بیابون گردی. حتما توی کامنت بنویسین کیا هستین که با هم یه تور بیابون گردی بریم. مطمئنم الان اون 6 نفر ویدیو رو نمیبینن اصلا کلا. الکی دلمون رو خوش نکنیم. بریم بعدی. خب بین قرمز و آبی بدون هیچ فکری، بدون هیچ نظری، اگه شما گفتید چونو میگم 1 2 3 مطمئنا قرمز رو میگم. آقایون استقلالی زیاد صابون به دلتون نزنید. 36 نفر گفتن آبی ولی 47 نفر گفتن قرمز. به سلامتیشون. این خیلی سخته. شهر مدرن یا طبیعت آرام؟ اکثریت 54 نفر باشه گفتن طبیعت آروم ولی 27 نفر گفتن شهر مدرن. من با اون 27 نفر موافقم و از اولم نظرم همین بود که یه شهر مدرن بهتر از طبیعت آرومه. من دنبال تکنولوژی ام. بچه‌ای که منو میشناسن میدونن دنبال تکنولوژی ام، دنبال چه میدونم آینده و دیگه هوش مصنوعی و این داستانا فلان بیسار. خیلی سر این چیزا کنجکاوم. یه نظر کوتاه مدتیه چون الان دوست دارم
شهر مدرن رو داشته باشم تا اینکه مثلا سنم برسه 50 یا 30 و 40 و اینا رد کنم. اون موقع شاید دوست داشته باشم برم تو طبیعت آروم و بدون سر صدا و خیلی سکوت این داستانا. سیاه یا سفید؟ البته سفید یا سیاه، سفید یا مشکی، سفید سیاه مشکی فرق نمیکنه. 4 نفر گفتن سیاه. اینجا خیلی سخت میشه چون من هر دو رنگو دوست دارم. من میگم سیاه که 54 نفر گفتن سیاه و 28 نفر گفتن سفید. خب بین آب و آتش بچه‌ها، انیمیشن دیدید اسمش یادم رفته. آب و آتش چی بود؟ آب و آتش، قطره و آتش چی بود؟ ولی حتما برید ببینید، خیلی انیمیشن باحالیه. من بین این دوتا آبو ترجیح میدم. اینجا شما موافق بودید با من و پشتم خالی نکردید. 49 نفر گفتن آب و 33 نفرم گفتن آتش. اینو آجی دیگه خودتون میدونید که لپتاپ تمام دیگه سوال نکنید از من. ببین من با همین لپتاپ تونستم کلی کار انجام بدم. دارم این ویدیو رو میذارم، ادیت میزنم، با این لپتاپ شغلمو دارم، با این لپتاپ زندگیمو دارم، کلا همه کارام با این لپتاپه. و 62 نفر متاسفانه گفتم موبایل چون دم دستی تره. میدونید چیه این روزا؟ هر چی راحت تره، هر چی آسون تره، سریع تره که سریع بهش دسترسی دارن میگن همون. مثلا موبایل دم دستی تر میگن تو موبایل ما میتونیم ادیت بزنیم، میتونیم فیلم بگیریم، میتونیم بریم فلان جا، اینستاگرامی، یوتیوبی، فلانی داستان اینا. ولی لپتاپ نه دیگه، چون که سنگینه، خورده سنگینه. البته برای بعضیا سنگینه، حمله سخته و این ور اون ور بردن سخته و اینکه نمیشه این ور اون ور برد. و سخت‌ترین سوال این بین این چند تا عکس همینه: پول یا عشق. آمار خیلی بدی داده. 51 نفر گفتن پول و فقط 21 نفر گفتن عشق. پول تو این دور زمونه انقدر مهم شده که کسی دیگه اهمیتی به عشق نمیده. البته راستم میگن، چون اگر تو الان پول داشته باشی، عشقو داری، همه چیو داری، آرامشو داری، سلامتی داری. اونایی که میگن پول ملاک نیست، در الکی میزنن پول ملاکه، پول همه چیزه، با پول میشه همه چیز ساخت، با پول میشه همه چیز خرید، با پول میشه کلی آدما رو دور خودت جمع کنی. من اگه الان پولدار بودم میومدم یه ویدیو میساختم، دوربین روشن میکردم، همینجوری میشستم بهتون نگاه میکردم، فقط حدود 10 دقیقه اینجوری بهتون نگاه میکردم. گفتید به به چه ویدیو خوبی، چه ویدیو زیبایی، فیز بردیم، عالی بود پسر. هیچی نمیگفتم تو ویدیو، فقط 10 دقیقه نگاهتون میکردم. چون پول ندارم دارم محتوا میسازم، دارم خودم جر میدم. آقا کامنت نخواستیم، بازید نمیخوره. بین دوغ یا نوشابه؟ من یاد فیلم نونخه میندازه، خیلی باحاله که میگه دوغ کی میخواد، نوشابه کی میخواد، بعد میگه که من بهتون میگم کی دوغ میخواد کی نوشابه، شما همتون بگید دوغ. یا نوشابه. نوشابه دختره. یکی دوغ بابا. نوشابه کم مانده همون. بزرگواران نوشابه آخرشه. لطفا وقتی سوال میکنم همه بگید دوغ یا نوشابه. نشنیدم. بچه چه رقابت نزدیکی. 40 نفر گفتن دوغ و 39 نفر گفتن نوشابه. من با اون 39 نفر موافقم. بچه نوشابه مگه میشه یه چیزی خوشمزه باشه و ضرر نداشته باشه؟ چون ضرر داره خوشمزه است و من نوشابه رو انتخاب میکنم. دوغ یا نوشابه؟ نشنیدم. سگ یا گربه؟ سگ خیلی خوبه، ولی من چند سال پیش فکر میکردم همیشه از گربه بدم میومد و تا اینکه مثلا یکی از فامیلام گربه داشت و خیلی دیدم خیلی باحال و خیلی گوگلی و میتونم باشون ارتباط بگیریم و خیلی حیوانای خوبی ان. ولی بین این دوتا یکی رو ترجیح بدم، سگو ترجیح میدم و گربه هم خوبه دیگه، گربه هم حیوان خوبیه، فقط اینکه این حیوان انقدر خودخواه و مغروره، مثلا باش حال نمیکنم دیگه. چی یارو به دونه میده، آب میده، جا خواب میده، نوازشت میکنه، باز قیافه میگیری. ولی تو به یه سگ یه بار غذا بده، تو عمر داره فقط واسه دم تکون میده. تلگرام یا واتساپ؟ مطمئنا تلگرام بهترین مسنجر. من میگم تلگرام که 59 نفر گفتین تلگرام و 17 نفر گفتین واتساپ. نوشیدنی خنک یا نوشیدنی گرم؟ خنک دیگه، چرا گرم؟ حتی تو سرمام سگ لرز بزنی، دندونات اینجوری به هم دیگه بخوره، بازم میگی نوشیدنی خنک. و 42 نفرم گفتن نوشیدنی خنک و 32 نفرم گفتن گرم. یه خورده این رقم‌ها با هم دیگه نزدیک بودش. بریم بعدی. 6 ماه اول سال یا 6 ماه دوم سال؟
مطمئنم که 6 ماه اول سال تعدادی افرادی بودن که تولدشون تو 6 ماه اول سال بود، واسه اینکه اون ماهو دوست داشتن گفتن که اون ماها رو دوست داشتن، گفتن که 6 ماه اول سال. 22 نفر 29 نفر بودن. بچه اون 46 نفر یا عاشق فصل پاییز بودن، یا عاشق زمستون بودن، یا اصلا تولدشون تو پاییز نبود که گفتن 6 ماه دوم. 46 نفر کاملا با نظر من موافق بودید. بچه‌ها منم میگم 6 ماه دوم سال. رپ یا پاپ؟ آقا این سوالو از من نپرسید. چشم. این سوالو به هیچ عنوان از من نپرسید. چشم عباس آقا. چون من از اونجایی که تمام سبک‌های موسیقی و تمام موزیک هایی که وجود آمده و وجود خواهد آمد و وجود آمده بودن و همه رو گوش میدم، نپرسید پاپ یا رپ. بستگی داره دیگه، بستگی به مودش داره. مثلا تو فکر کن الان مثلا مودت میاد مثلا یه رپ گوش بدی، مثلا مودت موقع کار مثلا من بیشتر پاپ گوش میدم، شده مثلا سنتی هم گوش بدم، بعضی وقتا هم شده اصلا راک گوش بدم. مثلا کلا بچا یه چیز پشمریزون، آرای این دوتا هر دو مساویه. 36 نفر پاپ و 36 نفر رپ. بیا به این جواب ندین، ولی خب شما رأیتون دادین دیگه. یه سری گفتین پاپ، یه سری گفتین رپ. من میگم رپو چون همیشه گوش نمیدم، پاپ هم همیشه گوش، همون رپ. ما میگیم همون رپ. ترشی یا شیرینی؟ شما کدومش؟ بچه ترشی درسته دهن آب میفته، اصلا نگم براتون، ولی خب من میگم شیرینی. و دمتون گرم که 39 نفر گفتین شیرینی و 32 نفر گفتین ترشی، و این هم یه خورده نزدیک به همه. یعنی و آدمو کلا تو این دوتا چیز همیشه یه خورده با هم دیگه نزدیکن، یعنی تعداد نظراتشون با هم دیگه نزدیکه. هر دو خوبن، نمیشه هر دو رو مثلا کنار گذاشت. آفتابی یا بارانی؟ 27 نفر گفتن آفتابی و 43 نفر گفتن بارانی. درسته بارون خوبه، بارون عاشقانه است، بارون باشه، یار باشه، زیر بارون باشه، بارون باشه، دل تنگ باشه، بارون باشه، یه چیز دیگه باشه، خیلی چیزهای دیگه باشه، ولی خب وقتی آفتاب میشه خیلی خوبه. من میگم آفتاب. میتونم اینجا از شما عذرخواهی کنم واسه این انتخاب خیلی شخمی و بدم. خب چی آفتاب بهتره؟ گذشته یا آینده؟ 13 نفری که گفتن گذشته سر چی بود آخه؟ چرا دوست داشتم برم به گذشته؟ گذشته چه تاریخی؟ چه سالی؟ میگن همیشه اونا که دوست دارن برگردن به عقب یا گذشته خودشون آدمایی که هیچ پیشرفتی ندارن، چون گذشته هیچ موقع بر نمیگرده و وقت تلف کردنه. ولی آینده، چون منم دوست دارم برم آینده ببینم چه اتفاقی تو آینده میفته و چه تکنولوژی زودتر میاد و چه چیزایی اصلا میاد. عاشق آیندم دیگه. ماشینا پرواز کنن تو برج‌های بزرگ، ربات‌های هوش مصنوعی بیان. مثلا فیلم یا سریال؟ از اونجایی که گفتم بچه‌ها ملت انقدر حوصله ندارن و اینکه اعصابشون ضعیفه و دوستان یه چیزی که خیلی راحت و آسون و کوتاه باشه و قبول کنن، همه 39 نفر گفتن فیلم و 28 نفر گفتن سریال. خب حالا نظر من چون که فیلم کم نگاه میکنم، فیلم نگاه میکنم ولی سریال هم نگاه میکنم. سریال هم کم نگاه میکنم، کمتر از فیلمه. یعنی من تعداد فیلمایی که نگاه کردم بیشتر از سریال بوده. ولی خب اون سریالی که انتخاب میکنم دوست دارم باهاش زندگی کنم، یعنی خودمون برم تو اون کاراکتر اون سریال رو هر روز بشم نگاه کنم این داستانا. بعد دوست دارم اون سریال تموم بشه. واسه همین فیلم مثلا 1.5 ساعت 2 ساعت فیلم زود تموم میشه، ولی سریال خیلی مدت زیادتر از فیلمه. شاید مثلا یه سری سریالا یه فصل باشن یا 2 فصل باشن، ولی خب چند تا قسمت تو زندگی میکنی با اون سریال. مرسی که تا این ویدیو تماشا کردید. اگه دوست داشتین ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید و اینکه اگه چنل سابسکرایب نری اون دکمه سابسکرایب هم بزنید و اینکه اینستاگرام اینجا میذارم واسهتون کلی اونجا ازتون سوال و چالش‌های مختلفی میذارم، حتما فالو کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.